برای اینکه ریز رو بزنید شروع میکنید از راست و چپ های پشت سر هم استفاده کردن، یعنی راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ. این کار رو انجام میدید، دستتون قوی میشه، شما راست و چپ ها رو کاملا یاد میگیرید و حتما با مترونوم این کار رو انجام بدید. یعنی ابتدا میتونید به صورت یک سیاه انجام بدید، یعنی راست، ببینید راست چپ راست چپ راست چپ، به این حالت انجام بدید. بعد که این رو رفتید جلوتر میتونید تبدیلش کنید به 2 تا چنگ، یعنی بشه راست چپ راست چپ راست چپ راست چپ. پس یه دونه راست یه دونه چپ، توی هر رفت و برگشتمون 2 تا نوت داریم. بعد این رو تبدیل میکنیم به 4 تا راست چپ 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 راست چپ. این تبدیل میشه به 8 تا 16 تا 32 تا و